چرا باید به روانشناسی اهمیت بدیم؟ روانشناسی یه سرمایه گذاری رو خودته. اهمیت روانشناسی اینه که بهت کمک میکنه خودت رو بهتر بشناسی، احساساتت رو مدیریت کنی و رابطه های بهتری بسازی. وقتی روانشناسی رو یاد بگیری مثل اینه که یه نقشه گنج داری که میتونی باهاش زندگی کنی و میتونی رابطه بهتری بسازی. پس روانشناسی یه جور سرمایه گذاری روی خودته. خیلی از ما نمیدونیم که چرا باید به روانشناسی اهمیت بدیم. بدون اهمیت دادن به روانشناسی ممکنه نتونیم خودمون و دیگران رو به خوبی درک کنیم و با چالش‌های زندگی بهتر کنار بیاییم. روانشناسی بهت کمک میکنه خودت رو بهتر بشناسی، احساساتت رو مدیریت کنی و رابطه‌هات رو بهبود بدی. این یه سرمایه گذاری کاملا هوشمندانه است. پس برو روانشناسی رو یاد بگیر. رضا یه بار توی مسابقه ورزشی شکست خورد و خیلی ناراحت شد. مربیش بهش گفت شکست پایان راه نیست، بلکه شروع یه درس جدیده. رضا تصمیم گرفت به جای ناراحتی از شکستش درس بگیره. اون شروع کرد به تحلیل کردن اشتباهاتش و تمرین بیشتر. دفعه بعد که توی مسابقه شرکت کرد نه تنها برنده شد بلکه احساس میکرد قوی‌تر. روانشناسی چه تأثیری روی زندگی روزمره ما داره؟ از صبح تا شب روانشناسی تو زندگی تو چه کار میکنه؟ روانشناسی توی همه جنبه‌های زندگی ما نقش داره. از تصمیم‌گیری‌های کوچک مثل انتخاب لباس صبحگاهی یا شامگاهی تا رفتارت با خانواده و دوستات. همه اینها به روانشناسی ربط دارن. حتی وقتی استرس داری یا خوشحالی، روانشناسی میتونه بهت کمک کنه که بفهمی چرا اینجوری احساسی رو داری و چطور میتونی بهتر و شادتر باشی. خیلی از ما نمیدونیم که روانشناسی چطور میتونه توی زندگی روزمره ما تأثیر بذاره. بدون آگاهی از تأثیر روانشناسی ممکنه نتونیم از فرصت‌ها برای بهبود زندگیمون استفاده کنیم. روانشناسی توی همه جنبه‌های زندگی ما نقش داره. از تصمیم‌های کوچک گرفته تا رابطه‌ها و سلامت روانی. بهت کمک میکنه تا زندگی بهتری داشته باشی. اگر میخوای زندگی پایدار رو بدون دغدغه داشته باشی، اگر میخوای رشد تحصیلی داشته باشی، اگر میخوای روابط عمومی خوب و قوی داشته باشی، قطعاً نیازی که بری روانشناسی رو یاد بگیری نزد یه مشاور متخصص. علی همیشه استرس کار رو با خودش به خونه می آورد.